همه عاشقان صفحه‌های اجتماعی دلیریم، ولی اونایی که ما رو در اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب و فیسبوک می‌بینن. ما در سال 2022 یک نیت داریم که گاه با بعض شهر و ناحیه‌های تاجیکستان عزیز سفر کنیم و ما همیشه در سفر بودیم، ولی می‌خوایم که از اون منطقه برای شما چند نوارهای پیشنهاد کنیم و نوارهای ما از یک سیاح به چی فرق می‌کند که ما می‌خوایم که به این شهر و ناحیه‌ها رفته برای شما وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مردم انعکاس نماییم و اولین انتخاب ما این دنغره است و شما این شاهراهی را که می‌بینید شاهراه دوشنبه ختلان منطقه کلاب انیقترش و این گوشه هم بسیار معروف است برای اکثر آنهایی که به تاجیکستان همچون سیاح آمدن یا که شهروند این وطن عزیز هستند. ما چگونه که اطلاع گرفتیم این گوشه و این منطقه یعنی علاقه دنغره را نگاه میکنه در چون از نورک بیرون است و در بلندی بحر نورک هم باشد. هم خیلی خلاجانه جا دنغره است علاقه خلام گرفتم. خب باشه ولی واقعا پیشنهاد ما همین است که در برابر یک بازارچه بسیار زیبای شرقیانه ای که در این منطقه ساخته شده و چند سال اخیر خیلی معروف است با خوراک‌های بامزه‌اش به مثل هم آشی بریده در بعضی جا آشی توپا میگن یا دنگیچه یا دلده هر چیز دیگر. ما فکر میکنم که یعنی مسئولین نفرایی که وابسته هستن به این منطقه و من باور دارم که این گوشه حتما نمیدونم انداز میسپارن چک میسپارن یک خدمت رسانی یک مبلغ میسپارن به مسئولین به حکومت بسیار خوشم که همین گونه بازارچه ها به عصر 21 مطابق شود. ای کاش سیستم خدمت رسانیشون البته همون خوراک های ملی باشد، همون ارزش های ملی نگاه داشته شود در بازارهای عصر 21 یعنی نه به این شکلی که دقیقاً یک سیاح اروپایی و آمریکایی که اینجا هستید به این راه‌های افگاری ما و به این بازارهای افگاری ما روبرو نشود، ولی با همون عنصرهای ملی را نگاه داشتنش. خب ما راه دوام میتیم چگونه که گفته بودیم واخوری در دنغره. درآمدگاه دنغره که ایلاویو دنغره یک 3-4 سال اخیر مود شده این چیز در همه شهر و ناحیه و کوچه ها هست. ایلاویو خوشبختانه متاسفانه همین ما به افراط رسوندیم دیگه که حتی یک کارخانه خردکه که میدونه دیگه ایلاویو نام هم کارخانه شده دیگه. خدا را شکر که همین تبلیغ معاصر شهر و مرکزهای ناحیه ها و جمهوری پیدا شد، ولی همین ما به افراط رسوندیم دیگه. ما می‌داریم به شهرک دنغره. خب بچه‌ای که نرخ گاز و بنزین براتون جالب است. گاز 7 سومون و 10 دیرم، بنزین 92 10، بنزین 95 10 سومون و 20 دیرم بوده است. برادر عزیز دنغره در پس منظر ما ترمینال است، یعنی سرایستگاه و ما اینجا پیاده شدیم و من یک چیز هم خرسندم هم ناراحت. خرسندم از اونه که برابر از ماشین پایین شدن مرا در این شهر شناختن یک نفر دو نفر دوستو، ولی متاسفم از اون که با یک مسئله خیلی جدی من روبرو شدم. من هرچند آمدم که از یعنی پیشرفت ها و مشکلی های این شهر بگم، ولی این برادر قند ما را شناخت. یک بار دیگه خودتون معرفی کنید، نامتون چی بود؟ نام من رحیم‌زاده فضل‌الدین میرزاالدین اکا. خب را خیلی بیشتر در می تلویزیون شبکه‌های اینترنتی بیشتر می‌دیدم. نه همین تاکسی فرامادان اکا شما را دیدم. مقصد من را اکا جون کمتر بلندتر خواهش میکنم بخشید. من را اکا 5 ماشین این پوما زد یا بچه همین کوچه سر قایتش بزرگ. نام فامیلیش؟ نامش سید ابرارای، فامیلیش اکا جون ایدم برامدگی. خب همین دایی جسو دیده اکا پیشنهاد کردیم باز یگان نسبت همین یگان چراجویی کدگی نیستن. همه آدمی که واقعا از چی رخ داد؟ چی با تو را زد اکا؟ من خونه می بابیم بیمار بود، همونجا خواهرگیری رفته سردم خونه را اون کردم، همونجا آمد علاوه را ماشین شمان کرده همین داشتمونه به زیر داد
گفت که هم خیلی ای اولاد ای سمیه بسیار اخورات کده که من گفتم اکا جان این راه ملکیتی دولت ای را شما خریدگی نیستین با فرمان هم خیلی ما میان و خبیده اکا هم هوچ که دلاوی کویت زده و اودی ده همین حالت افتیدی خدا کجا جراحت برداشت دکترها چی گفتن دکترها همین جراحی کردن گفتن که بعد از همین 6 ماه چی میکنیم به چیکار سر میگردی و بعد یک سال با جراحی میکنیم همین ایپاد چیزو رو میگیریم سمال زودا احوال چی شد نتیجه بعد 6 ماه باز یک جراحی کردم نه خیلی کنترل دیسه یعنی خدا چقدر باور داره پیشروی میشه یعنی در سلامتی همین پول جراحی و طبابت و یگون چیز داد یا نه هم داد یگون کسی یگون چی بعد پول نداد چی از اون نفر که یعنی اینقدر زور است که برای جراحی برای طبابت اختم اقلا پول نمیتید نمیدونم اکا جان همین در کوچه شرق پیش بزرگ نومش شوروخ هم میگنشه با یه نوم دیگه سید ابرار چی ماشین داشت تمغه ماشینش چی بود نکسی نمرش 8666 انا که برادر بعد سود دادن شما با پدر و با اهل اویلت چی سود دادن یگان چرا روی نکردن آف کردن شا کدوم مدت سود افتی مدتش نمیدونی نمیدونم ولی بعد نفهمیدم که چی افتی نمیدونم چون هم خیلی چیکاری کردن مبینشون سود دادن و چیکاری کردن که افتاد چون با مقامات های بالایی مثلا با دستگاه پرزیدنت با رئیس مجلس عالی یا نمیدونم با سودی مرکزی در کشور رای نکردیم با سودی عالی همین سودی جش همه جش قریب همین اتام حاضر که داودا کیس نسبت یگان چورجویی کردگی نیستیم اینا 6 ماه شد حکم نبرآمد است نه برای طبابت هم هیچ چیز نداد نه آینده چیکارا شدن میخوای یوریست خدا رو سود میکنه سودی هم میشه بعد همین حادثه سودی شدن میخوای که پیشتر هم ارزود بود اوزون دکه خب برادرای عزیز ما صحبت دوام میتیم چون با صحبت ما پدر ایشان آمدن همراه شدن پشت دستگاه ولی گفتن که خب دیگه این نفر خودشون بالغ شدگان از خودشون حق دارن دفاع کنن و دعواهاشون ادامه بدن و پدرشون علاوه کردن که ما یعنی وضعیت تا سود رفتن نرسیده یعنی در حال تحقیق علاقه از اوف استفاده کرده نفری که این برادر به این حال آورده است با اوف شامل کردن و بیرونش کردن یعنی تا سود نرسیده در حال تحقیق همین خیلی شده بعد پدر کجا نیستن دوباره با بالاتر با رئیس رئیس مجلس مالی خب قدم اونجا اکا گرفتن تو با پروکراتور روی کردن اول پروکراتور گنرالی رفت است نه روان کردن اکا اما که در پشتی کار کدوم هست که یگان همین جزا نداشت کی این بخصوص همین دیلا های شما را کی تحقیق کرده اینجا رئیس پروکراتور همینجا خاطی نچاری میمیسه بکده نام فامیل پروکراتور رحیم میرزا فامیل نچالی میمیسه رجب زاده گفتن که یعنی این بچه علاقه صاف شده و به همین خاطر آورد ولی این واقعا حال به اعصاب گشته نمیتونی نه چند وقتی دیگه با ضرور است خودت بعد به اعصاب بگردی دیگه سری پرشوی 5-6 ماه دیگه 5-6 ماه دیگه گفتی که جانم شهید بود ممکن اختا نور بگیره همین وضعیتی که این برادر افتید چی گپ شد کوتاه بود که چی شد که برادر در این حال غلطید چی گپ شد رازبار کردن کی حقارت کرد اول این حقارت کرد یا وای برای چه حقارت کردید برای این دفعهشی ما رفته سبده موقعی حقارت کرد این ساکه اکجون استاد فلان خیلی حقارت و مقصود کرد این هوچ کرد در بالای چی لاتوپ و تزیش یازد چش کرد خب برادر خدا کنه که بخیر با انجام و صحت شوی و دوباره ببینیم در دانگرا ترمینال یا سرویسگاه‌هایی که از دوران شوروی برای ما یک گونه میراث مونده است و حالا می‌بینیم که سیستم خدمت رسانیش چگونه است واقعا مثل کشورهای دیگر فعال هست و یا نه ما البته از روی تخمین می‌دونیم که در دیگر شهر و ناحیه‌های نیز همین گونه سرویسگاه‌ها یعنی به این خودروهای خرد یعنی تاکسی‌ها تبدیل یافتن و مردم به هر دهه و از کوچه و تنگ‌کوچه‌ها میرن ولی می‌خوایم فهمیم که واقعا سیستم ترمینال یگان نمود فعالیت میکند و یا نه خب اینجا خدمت رسانی بانکی هست بالا آشپزخانه ملی هم دارد میبینیم که کدام خدمت رسانی های علاوه‌ای دیگر برای ترمینال و ایش هم باید بگیم که واقعا ترمینال خوب تعمیر شده است تازه از تعمیر برآمده است
اینجا سرتراشخانه و دندان پزشک و اینا هست و اینجا تعمیر تلویزورها هم هست. ولی جالبیش همین که من میخوام بگم که در کجا مثلا من میتونم اطلاع بگیرم که خطسایرهای داخل دنغره چگونن و دیها و کوچه ها اگر حرکت کنم از کجا چیپتا میخرم. این خدمت رسانی که یک ترمینال میکنم. یک چطور سلام علیکم. شما خوبه؟ بخشش وقت رو بگیرم. همین در اون ترمینال جای فروش بلیط در اون معلومات گرفتن اون چه هست یا نه؟ خب خلاصا من نمیدونم که کجا دسته اون جایی که من نه؟ ولی میخوام جایی را پیدا کنم که از اونجا من اطلاع بگیرم زیادتر در مورد خط سیرهای شهر دنغره خرید و فروش چیپتاها. واقعا یک ترمینال خوب و زمانوی ولی وظیفه اساسی ترمینال که خدمت رسانی به مردم در مورد تامین نقلیات خدمت رسانی نقلیات در شهر است. من نیافتم از داخل این بنا متاسفانه. در مورد خدمت رسانی همین ترمینال سرایستگاه میخوام پرسم که دوره شوروی چگونه خدمت میکرد و حالی چی وضعیت دارد؟ ما جواب بدم؟ بله فقط خیلی کوتاه. انا جورای جون دور شوروی دا ای همی خیلی بود که ساعت قطعی بود اتوبوس وای دیگهش وای دیگه بود. حاضر دیگه نه ساعت های نه وای میای همونجا اتوبوس مثل انا که ای کلوب دنغره نداره اتوبوس دیگه یک تا مرشروط داره گو جورا وای میایم همونجا میسته نه که خود دور شوروی ساعتی همون رفتن داشت همون پیش خود می اومدی سوار میشدی میرفت. از چی با همین سیستم ویران شد دیگه فعال نمیشه؟ دموکراتیش کردن دموکراتیش ما تو جورا ما سیوزه 58 سال ما دنغره دا کار کردگیم یگان جلجه میدگی با حیثی رایپوی دنغره. حالی این جالب است که همین سیستم را دوباره برقرار کرده میشد که از همینجا ساعت کتی دقیقه کتی با خط سیرها فعال شود. میشود نمیکنه. کی نمیکنه؟ کی نمیکنه؟ ایره اکنون میتونه جورا جون اینی رهبریت یا حکومتی دنغره ای همین پرسیه که ما چی مویا آدمی همین رستویم جورا جون. نفقه خور نفقه چقدر است؟ نفقه 440 برای خرج یک ماه خودتون میرسه در چون میرسه علیم 400 سومه چون میرسه نه همه را یا فکر که 440 سومه علیم 280 300 سومه ای چون دا میرسه. ما اینقدر از کمبودی های دوره دموکراتی گفتیم از پیشرفت های دوره دموکراتی در دنغره بگید چی پیشرفت شد؟ 12 سوم بود آرد 50 کیلو 50 کیلو آرد یک کیلو دیگه دروش ده وای برای استثنی او بیل میگفتن ما سایوزه کشم ما رو اولی بگیریم برای این ما رو فرق نداره. نه ببینید امک جان بخشش ما واقعا از مشکلی های امروز گفتیم همین دوره دموکراتی برای ما اگه پیشرفت آورد یا نه؟ چی آورد؟ همین دموکراتی نسل شما ساخت کو برای ما؟ نه ها ما نساختیم. کی آوردین؟ همین نسل شما آورد دموکراتی را. اجرا اوخی نخواب بعد دموکراتی شد یالیم 280 300 سوم شود. این ایشه بود. اینا کو خود دیا فکر کن 12 سوم بود ای سراتوف میومد سراتوف 13 سوم آرد یکم که فقط دبای میکدی اوتلای سفیداگ میکدی 90 سوم اولی کد بود آخران دووا که اول کم بود انا جورا این همی خیل میرسید تو سینما نگاه داری این همی خیل میرسید. من کامera را نگاه دارم که ببینم درست بیا. آخران سوالم یک نقطه یا یک گوشه که در همین شهر دنغره شما دوست می‌دارین کجا است اونجا؟ نیست
نیست. در برابر خدمت رسانی نقلیاتی ما یک چیز دیگری که در دنغره روبرو شدیم، این فعال شدن شرکت رخش تاکسی در دنغره با رقم 3333 که در اینجا فعال است خوشبختانه این شرکت و امیدوارم که مردم همونقدر مبلغ دارد که با درخواست 3333 به خانه و به جای لازمیش رفته برسد. 3 کیلومترش چند سوم است؟ 3 کیلومتر چند سوم است 33 ایجاده؟ 2 کیلومتر چند سوم؟ 2 کیلومتر 10 سوم؟ نرخ دوشنبه است نه؟ نرخ دوشنبه است. خب خدمت رسانی در برابر نرخ دوشنبه گفتیم بچه‌ای که اونجا تاکسی هم این دو گپ گفتن. خب 2 کیلومتر 2.5 کیلومتر 10 سوم ادامهش با 2.5 سوم هر کیلومتر. سلامت باشین. قایچی میکنین. هم گپایی که بالا گفتین. آن همی بالا گفتگی را قایچی میکنین. نمیکنم. نکنین. بتنات کریت دموکراتی کو. دموکرات هم اینا как ژورنالیست میفهمیشه. آزادی سخن. ها؟ بله. آزادی سخن، آزادی رفتار دیگه باید دیگهش. آزادی که آزادی دیگران را محدود نکند آخه. پدر رحمت. ولی همین گپایی که شما گفتین من قایچی نکرده باید بمونم. بمون. صحبتو باقی. زنده باشین. سلامت باشید. زنده باشین. چولک چوی. دست شما در نکنه مرم شما رحمت. یا چولک چوی. خوب داشتم. چی گپ داشتین؟ خیلی کوتاه بگیم چی گپ داشتین شما؟ گوش میکنم. Assalomu alaykum. ما همین برآمدی در تلویزیون میکنیم که شاو سوید نداریم ما آدمای اینوالید همین سوید نداریم. ولی عجیب که امروز ما همین نوار را میگیریم این روز 6 ینور نه؟ حالی هم شما برق لیمیت کتی داده میشه؟ برق ما در ای ماه نوامبر روزانه میکشتن تا ماهی آخری دکابر میکشتن روزانه. انا روزانه را دادن شبانه ساعت 10 شد میکشن تو چنده؟ تا ساعت 6 سحر میکشن. خیلی شهر دنغره داشتم زندگی میکنیم. شهر دنغره ای وокزال بالا 4 محله سوخور عموما ما سوید نداریم شبان میکشن. حال ببینید ما امروز میخوایم دنغره را در برابر پرابلم‌هاش پیشرفت‌هاش هم بگیم. چی پیشرفت کرده است چند وقتی اخیر دنغره؟ پیشرفت‌هاش همه از ما همه خدمت‌های دنغره محتاج نیستیم. نکه این همه شب ما در آفیسی زندگی میکنیم سوید نداریم. از ساعت 10 شب سوید نیست تا 6 سحر. سلامت باشین. خب خدا را شکر که در بعضی از شهر و ناحیه‌های ما تابلوهای کوچه‌ها و این چراغک‌ها پیدا شدن. ولی متاسفانه این چراغک‌ها در اکثر حالت کار نمیکنند. خب شاید با دلیل با لیمیت دادن برق باشد که از کار ماندن آنها. این هم در دنغره. یکی از نقطه‌های بسیار مهم برای هر شهر این خانه فرهنگی دنغره است. یک بار وارد میشیم اینی که در درآمدگاه چی واقع چی حادثه. خب ما با یک حالت بسیار خاموشی روبرو شدیم. فکر می‌کنم که کسی میاد حتما روبروی ما و ببینیم که کی پیشروی ما برای سلام علیکم اول یک بار ببینیم که چراغا را روشن کنیم نه. آها اینجا برق بود است روشن شد برق ولی در این درآمدگاه یا فایه بقاله متاسفانه کسی را وا نخوردم که از فرهنگ و نمیدونم پیشرفت های صنعت و فرهنگ صحبت کنه کوتاه. خب اینم وضعیت درآمدگاهی قصر فرهنگی شهر دنغره. چون باید اینم ذکر کنیم که دنغره تئاتر کسبی خودش هم دارد.
ولی در این بنا نگفتیم که جای دیگه باید بکشه. این تکنیک هایی که در این شرایط گذاشته شده در اینجا. میریم دیگر جا. قسمت اولی نوار ما به شما قصر فرهنگ نشان داده بودیم ولی این قصر فرهنگی نوی که در دنغره ساخته شده. خب این میخوام ببینیم که در این قصر مرکزهای آموزشی هست از قبیل آشپزی، دوزندگی، رسامی، زبان روسی، انگلیسی، آلمانی، خیتایی این زبان ها و حال یک بار چون انانه تا درآمدگاه میریم و میبینیم که ما را در درآمدگاه قصر فرهنگ کی این چیزا است چی این چیزا است. اگر کسی این چیزا هم نباشد هم تو یک از بینا و درآمدگاه نوار میگیریم و تمام دیگه. کار میکنه که کارگرش هستن راهبری هست. سلامت باشین. خب میریم تا درآمدگاه، بعدن از درآمدگاه درون با نوارای علاوگی این دری اساسی نیست نه؟ خب سلامت باشین. خب برای ما راهنمایی کردن برادرها. میبینیم که درون چه شکوه و شهامتی هست. خیلی کوتاه از قصر فرهنگ نوی دنغره هم میگیم. خب ما در راهروی قصر جمهوری فرهنگ قرار داریم که در شهر دنغره دو قصر فرهنگ است. یکیش که ما در اولی نوار دیدیم که اونجا برق داشت ولی متاسفانه وقتی که اینجا دار اومدیم برقش نیست متاسفانه و باید برای دلیلش اگرم شکل جمع کنیم روشنی نیست اینجا و خلاصه از این قصر با شکوهی که ما در بیرون دیدیم بسیار میخواستیم که این کتابخانه الکترونی را یک بار ببینیم. یعنی در بی برقی چه کار کرده است متاسفانه. خب خلاصه مسئولینی که برای نگاهداشت این قصر هستن گفتن که یعنی خب اجازه نداریم که برای نوارگیریش شما وارد قصر شد. خب گفتم باشد حق اونا است که برای ما اجازه ندارن که داخل قصر نوار بگیریم ولی فکر میکنم که شما از بیرون شکوه شهامت این قصر را دیدین و امیدوارم که یک روز برای ما اجازه و راحت میتونن که داخل قصر هم ببینید. سلام بخیر اکن زنده باشین اکن. جای شهادتنامه اکن شهادتنامه در همجا میتونن. خب و نه جای حافظه و رقصا. خب نه بعدش تئاتر خلقی تیپا نه بعد جای موزه. خب سومی جای حافظه. خب بعد چهارمیش جای طلبا. طلبایی که درسای چی میخونن؟ نمی پولاکیا خیتایی آلمانی همو درسا؟ خیتایی آلمان خیتایی تاجیکی روسی. این طرفش چی است؟ این طرفش چیه؟ کتابخانه. کتابخانه کلاس کتابخانه میشه. دیگه‌ش جای بوغالتر. ماموریت میسته. بعد بوداش جای طلبا درس میدن خیتایی و انگلیسی و روسی. تولار کنسرتیش چند ماشین است؟ دو کنسرت دیم ایتجا. یکم دیم دو کنسرت. شما جا پاسبانه نه؟ نمو سادونی کی مساس. باغبان. مردمی عادی بیا اگر دسترس هست میتونه داخل شود. نه؟ نداره او. اگه جای باشه یا باشه میره نه تمیره تو افرانتون تلفزیون میره که میکنه. افرانتون میبره میره تاکنی جزار بتانتون میتونه توسط. حالی یک چیز برای ما جالب است که همین اتاقای کاری پر از مردم کار میکنند اینجا. چون ما اومدیم هیچ کنه ساعت 5 نشد. اتاقی یا سوئد نیست میبرن تمام بیرون میبرن. سوئد نیست با همین خاطر ها. میبره خیلی کسیت دو خلای خواده میشه. خدمترسانی های بانکی در شهر دنغره میخواهیم در نمونه اوریون بانک یکی را ببینیم ولی برای ما انتخاب همچه تصادفی افتید. ببینیم که همین بانکامت هایی که همه جور صورت شکایت بالاشون میاد واقعا کار میکنن یا نه؟ پول داره؟ نه نداره. چرا کار نمیکنه؟ نه کار میکنه پس پول نداره. پول نداره. شما مشتری همین بانک دیگه وقتا پول داشت؟ نه خیلی نداره. خب این هم یکی از نمونه خدمت رسانی های سیستم بانکی در دنغره که متاسفانه بانکامت هم پول نداره. خدا کنه که
جونم این کدام شبکه؟ من دلیل مالی روزنامه‌نگار. چه گفتم میخونم مشتری اوریون بانک. نمیخوام. بیاین اخی شما هم همراه شین. ما نشان دادم که واقعا بچه‌ها یکی کار نمیکنن. نه شما نشونت داد. دیگه بانکماتون کار نمیکنه. همین دانگارات اوریون بانک واپسی کار نکیسته یکم چند روز شد؟ اینا همه رو. همین روز نه؟ لطفا یگون تبلیغ نپندارین در سیمای قهوه‌خانه انتالیا من میخوام فهمم که یک نفر با چند سومون در دنغره میتونه خوراک نسیوزی بخوره. و اینش جالب است برای من. یعنی آوردنی که با خود چیز میاری من است، حتی مشروبات من است و جریمه 100 سوم. خب این انتالیا که ما وارد شدیم خیلی گرم است. به اگر رکلام میگم واقعا خیلی گرم است. برای اینش هم برای ما معقول شد که همین خدمت رسانی‌هایی که پیشنهاد میکنن جای نشست، ملایم کرسی‌ها، میزایی که هست خوبه، گرم است. و این برای ما جالب است که پسند که بار بخشش نامتون چیه شما؟ زایر. اگه زایر اینجا کار میکنی شما؟ من مثلا سیاحی داخلی در همین آشخانه شما چند سومون دا سیر میشم؟ زایر سختی نکنه. خب به حساب میانه مثلا شما چی خوراک دارین؟ شوربای گوی چند سوم است یک پارسش میاد؟ 15 سومون. خب دویم خوریم چی؟ دویم خیلی گوی اسپان. خب بیا طبقه انتخاب کنیم چند سوم؟ یک پارس پانیس و نیم پارس 20. خب انتخاب میکنین روشن که یک کباب دوم میخریم که نیم پارس دوم نیم پارس شوربا میشه نمیشه یک 15 سوم 25 سوم میشه 35 سوم چای و نان و خدمت رسانیش کردی خدمت چای نان مقصد رسمیه با خدمت 10 فویزه جمع 50 سوم میتونه خوراک نصف روزی بخریم برای کار زنده باشه. خب میریم برای دیگر نقطه و مرکزهای خدمت رسانی و اداره‌های دولتی و خصوصی دنغره. اگر به سمت معارف در دنغره نگاه کنیم اولین چیزایی که من روبرو شدم لیسه تمایل تکنیکی به نام افلاطون و همراه یک بار وارد میشیم تا درآمدگاه. ما همین خیلی گفتیم که همه بناها رو ما تا درآمدگاه وارد میشیم و ببینیم که در درآمدگاه بنا ما را چی انتظار است، کی با ما هم صحبت میشد و چگونه مناسبت میکنن. امیدوارم که ما یک اطلاع سریراهی از لیسه تمایل تکنیکی افلاطون خواهیم گرفت. سلام علیکم. ممکن نیست. چی ممکن نیست؟ خیلی مونا نمیمونن. خب اینم برای من جالب است. این لحظه رو من میخوام نوار بگیرم که محترم احسان خوشبخت برادر قند ما از وزارت معارف لطفاً بر راهبریت و مسئولیت مکاتب ها و اداره اینجا برسونید که من بعد یک صحبتای کنن با هر شهروند یا هر ژورنالیستی که باید دوربین میاد دیگه هیچ مشکلی نداره. ما خواستیم درباره لیسه اطلاع بگیریم. خب بله وزارت معارف هم نگاه میکنم. امیدوارم که برادر احسان خوشبخت یک درس استاد شاگردی هم بگذرونه برای سالهای بعدی. این بینای با حشمت پرشکوه به قول بچه‌های کوچه واهمه‌ای که می‌بینیم نامش هم هست دانشگاه دولتی دنغره و این بنا با تازگی یعنی چند سال پیش به استفاده داده شد و دانشجویان در این بنا از شهر و نواحی گوناگون با اختصاص‌های گوناگون برای تحصیل میان و ولی ما یک بار تلاش میکنیم که به دانشگاه وارد شیم و امیدوارم که کسایی هستن که ما را به خوبی پذیرایش میکنن و بخصوص برای من بخشی رشته روزنامه‌نگاریش بسیار جالب است که اینجا بچه‌ها تحصیل میکنن. سلام علیکم. سلام علیکم. بخشش وقت نگرفتیم ممکنه نبردم. مرحمت. میبخشید نکن. مرحمت. ای بود. نام شما اکا جان؟ سلامت باشین اکا مظفر. خب بعد از چند لحظه ما از داخل برای شما نوار پیشنهاد میکنیم. ما سردوری مرکز تعلیمی اطلاعاتی و ترغیباتی امر وقت. سرمالم. کافدرای روزنامه‌نگاری تلکامونیکاسیا و رادیوشنوایی. ولی در دانشگاه برای ما از همه جالبشون بخش روزنامه‌نگاری بود. چند نفر تحصیل میکنن؟ چند نفر در این بخش تحصیل میکنن در این رشته؟ بخش اگر این سال ما دو تا اختصاص دادن، ما دو تا اختصاصی روزنامه‌نگاری و اختصاصی روزنامه‌نگاری زبان ادبیات توجیه. چند نفری دانشجو داریم؟ 25 نفری. از کدام شهر و ناحیه آیند؟ از تمام شهر ناحیه کشور هستند. از بدخشان، از بدخشان، از ولایت سود است. نفرایی که اینجا میان جای خواب ندارن؟ خوابگاه جای خواب پورا تامین شرطنامه بودجه چقدر؟ شرطنامه بودجه طبق کوتا پرزنتی.
همین خیلی سلام. این استودیو را کدام سال ساختن برای شما؟ سال 2016 وقتی که دانشگاه 2016 پیشنهاد جوری آمده مقصد افتتاح کرد. خب همین بنا 2016 با استفاده شد. همون سال اجاره مقصد باشه. بیاین ورود داخل صحبت. خب دیگه این برادرها که در استودیو کار میکنن قلابای تلویزیون گوش میکنن که روایت کنن. ما بچه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی دیگه هیچ قلاب نداریم. بخشش بیشتر. شما کجا ختم کردین؟ من دانشگاه ناصر خسرو مختار. بله. ولی ببینید یک چیز من میگم این طرف. همین شرایطی که من دیدم استانبولی بهترینش حضور یک لحظه ای اومدین همه بردک این ما فهم حالت کاری بحث نیست. این جالب است که این طرف نوار دادیم این طرف استودیو را بچه‌ها ببینن در پس منظر. با اینکه اینقدر استودیوهای خوب در دوره دانشجویی علاقه هست برای بچه‌ها. این شرایط این هم حتی هم کرسی هاش هم علاقه که مثل یک استودیو تلویزیونی است. ولی چرا مردم تا این وقت از ژورنالیست هایی که تربیت می‌یابند شکایت میکنن، ناراضی هم میگن که درد مردم نمیگن، پرابلم مردم نمیگن. چرا این خیلی تربیت می‌یابند بچه‌ها؟ اگر سوال چرا بچه‌ها اینگونه تربیت می‌یابند که مردم میگن که ژورنالیست‌ها درد جامعه را نمیگن یا کم میگویند؟ پرابلم‌های جامعه را کمتر میگن. برای چی؟ اگر این خیال است که درد جامعه برای چی درد جامعه را نمیگن؟ حاضر آزادن ژورنالیست‌ها آزادن. نه اینکه ژورنالیست‌ها هر یک شهروند هر یک ساکن کشور آزادانه سخنشون مقصد میگن. مثلا بخشش شما خودتون همچه ژورنالیست یک کمبودی همین استودیوتون در نزدی مشاوری رکتور که در پس کامera ماست بگین یک کمبودی همین استودیوتون همچه ژورنالیست اینا همه چه هست ولی با به کمبودی نیست. کمبودیش چی است که بچه‌ها اصلاح کنن؟ کمبودی مرکزه. همین مرکز شما چی کمبودی با داره؟ فکرم که کمبودی این خیلی شرایطی که حاضر ما داریم یگان دانشگاه نداره. ما 4 عدد کامراهایی داریم که فول اچ دی 4 عدد کامرا داریم، درون داریم. اما این بینه چه مثلا دستگاه روشنی دهنده نه؟ دستگاه روشنی دهنده مثلا کالومیسیت 6 عدد وای داریم مونتاژ نیستو. من فکر میکنم ژورنالیست نیست که کمبودی نیاورد. بیا یک کمبودی بگیم ما دیدیم که واقعا یعنی ژورنالیستایی که در رسانه‌های دولتی کار میکنن و اداره‌های دولتی تحصیل میکنن در برابر پیشرفتایی که واقعا ما دیده ایستادیم جای بحثش نیست، جای چاپلوسیش هم نیست برادر جان. من خیلی تو در دوره دانشجویی آرزو میکردم ولی اون کمبودی باشه که بگیم عجیب برای ما نیست. کمبودی فکر میکنم این مرکز شاید اذیت نرسیدن متخصص کمبودی باشد. در اینجا با فکرم که از حساب تجهیزات ما تنقیصی نداره. سلامتشون تمام متخصص. برای ما اطلاع دادن که این مکت یعنی نمونه خود دانشگاهی ناحیه دنغره است و این برادر خندم مسئول شدن که با ما چند جمله صحبت کنم. باشه برادر جان قسمت‌های رسمی را ما نیم دیگه. شما نامتون چیه؟ نام محمد. اکای محمد. ولی دو جمله که بگید که همین این بلوک چی است؟ اون کدومش چی گپ؟ این مکت سال 2016 ضمن برگزاری نمایشگاهی دستاوردهای دانشگاه دولتی دنغره از جانب فاکولته مهندسی و تکنولوژی معاصر استحصالی ساخته برای نمایش پیشنهاد گردید. هم دو بینای بلند چی است؟ یا خوابگاه نوشانه برای دختران دیمش باشه، خوابگاه نوشانه برای پسران باشه. خود ما در کدام بنا قرار داریم؟ در کجا حضور داریم؟ ما در بلوک ششم هستیم. یک بار نشان تیم. اینجا تالار فرهنگی و تالار ورزشی موجود میباشه. کجا است؟ همین بالا ما را نشان تیم. ما در کجا قرار داریم؟ قسمی ها با اینجا گیر شده است. اینم اینجا میباشد که در اینجا هم تالار فرهنگی برای 580 جای نشست و زال ورزشی باشد برای 320 نفر جایگیر شده است. ما یک بار تالار فرهنگی می‌داریم نباشه؟ خب دوستای عزیز این واقعیت مرا داریم این واقعیت هایی است که من میخوام برای شما نمایش دهم و من گفتم در دنغره هر پیشرفت و هر کمبودی که من دیدم نشان میدم واقع بینانه به یگون دروغ به یگون زیاده روی و این تالار مثل هم یک تالارهای مجلسی بسیار عالی نقش یافته است، نقش نگار آرایش. تمام چهاربینی‌های مثال سطح ولایتی جمهوری و بین‌المللی در دانشگاه دولتی دنغره برگزار گردیده است. از جمله سال 2017 فروم بین‌المللی اقتصادی که با اشتراک اعضایان و صاحبکاران
برونمرزی که از جمهوری مردمی چین، فدراسیای روسیه، جمهوری پاکستان و شریکان روش که برای سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان و منطقه‌های آزاد اقتصادی که در سالهای میمده آنها عملی گردیده گذرانده شدند و سال روان نیز بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ماه 5-6 اکتبر سال 2021 در اینجا مکتب سیاسی پیشوای ملت فورум بین‌المللی گذارنده شد. حالا بیاد بخشش قدم زده صحبت کنیم با اجازه. چند وقت خود یک سر و صدا در اینترنت برآمد که رکتور دانشگاه پیشنهاد کرد که این دانشگاه بین‌الملل میکنه و یکم بعضی‌ها با تمسخر نگاه کردن، بعضی‌ها تنقید کردن، بعضی‌ها جانبداری کردن. این واقعیت بود که گفتن دانشگاه بین‌المللی میکنیم؟ البته این یکی از اقدام‌های پیشگرفته رکتور دانشگاه دولتی دنقره پروفسور شوهیان نورعلی نبود میباشد که در طول فعالیت کاری خویش برای بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان، نفوذ دانشگاه دولتی دنقره در عرصه بین‌المللی قدم موثر گذاشته میباشد. هدف اساسی پیشنهاد مذکور این به دانشگاه بین‌المللی پیشروی تبدیل دادن، یعنی که اگر با زبان روسی گپ زنیم международный университет лидерства мебошад ки ин яке аз ин чунин университетҳое ки доништгоҳҳо дар адис абебаи эфиопия ҷойгир шудааст ё ин ки школа лидерства сша дар худи амрико мавҷуд мебошад ки агар дар ин ҳадафи пешниҳодгардаи роҳбарияти донишгоҳи давлатӣ данғара дастгирӣ ёбад, фикр мекунам барои муаррифӣ кардани имкониятҳои сатҳи таълими тарбия ва пешрафти соҳаи илми муосири тоҷик як қадами муосир мегузаронад. аммо ин рабт надорад масалан ба номгузорӣ ба пешвои муаззамилlat тибқи расонаҳои хабаре ки ин инъикос гардид. ин танҳо ба хотири он ки муаррифӣ кардани тоҷикистон ва табодули таҷрибаи илми тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон равона гардааст. خب من بخشش اگر هر جایی که جواب گرفتم قیچی میکنم مرا دیگر عذر ما قبول کنید. ما در دوشنبه یک دانشگاه داریم که برای اداره ها بعد از ختم دیپلم اول اونجا تیار میکنن. در نزد دانشگاه آموزگاری نامش از نام دانشگاه اداره کنی سیاست و اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری. خب بله، چه ضرورت است که ما در دانشگاه دنقره چون یک دانشگاه بازم به همین سمت اگر این اقدام ما عملی گردد یک زمینه خوب برای آن فراهم آورده میشد که سال روان در ساختار اداروی دانشگاه دولتی دنقره فاکولته اوراسیایی و مناسبت‌های بین‌المللی یعنی که تأسیس یافت که در اینجا دانشجویان ما با طور تحصیلات فاصله‌ای یعنی که تحصیل علم می‌نمایند، از جمله آنها طریق آنلاین سمینار و مشورت‌ها را برگزار می‌نمایند که دانشجویان ما برای گرفتن هم معلومات از جمهوری تاجیکستان و هم از جمهوری شریکان رشد که برای تبدیل دادن تاجیکستان یک قدم موثر میباشد. سلام شما. در جمع امروز در دانشگاه چند نفر تحصیل میکند؟ در دانشگاه با وابسته از دانشجویان تحصیلات غایبانه زیاده از 10,500 دانشجویان امروز تحصیل علم کرده استادند که با 11 فاکولته دانشگاه و یک فاکولته تحصیلات فاصله و غایبانه عمل می‌نماید. من اشکارا میگم یک نفری هستم که دموکرات هستم. پیشنهاد رکتور دانشگاه برای من خوشایند نبود. شما روبروی من چی دلیل و چی فکت می‌دونید برای من قانع میکنید که واقعا این دانشگاه ضرور است که باید همین استاتوس دا برآورده شود؟ البته برای قدم موثر گذاشتن در این نهاد پیش از همه امروز تیار کردن کادرهای علمی پداگوژی روی کار آمد که طی سالهای 2016-2021 زیاده از 50 نفر نامزدهای علم و دکتران نامزدی خود را حمایت کردند که این هم باشد برای بلند برداشتن سطح صفت تعلیم و تیار کردن متخصصان رقابت‌پذیر در بازار آزاد مهنت روانه گردیده است و از این نقطه نظر این هدفی که پیشنهاد گردید برای معین کردن سطح سوادناکی اینچنین معرفی کردن لایحه‌های علمی اینواتسیونی دانشجویان دانشگاه دولتی دنقره و در یک سمت برای رشد دادن سمت سیاحی و جلب کردن متخصصان یا آموزگارانی که از دیگر دولت‌های خارجی به جمهوری ما میآیند هم از جهت منطقه اکوسیستم سیاحی تاجیکستان ما معرفی می‌گردد و اینچنین از بود و باش و شرایط تعلیمی که در دانشگاه دولتی دنقره هستند آگاه می‌شوند و این هم باشد باز یک تکانی جدید در سمت این و اینواتسیون که در پیام امسال پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید کرده روانه می‌گردد. ما اخیرا سوالم بخشش که شما زیاد ناراحت کردم عذر. ما فهمیدم که یعنی میتونیم ما فهم تو یک دانشگاه بین‌المللی گوییم. چرا این ربط میتن حتما با پرزیدنت کشور که میگن که در این پس منظر پیام رکتور دانشگاه اینا نظر دارن که با
президент як тамаллуқ ё як чизе пешниҳод кунад? не ин пешниҳод ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон ягон алоқамандӣ надорад. Бале. ин танҳо яъне ки донишгоҳи байналмилали пешвоӣ ё ки ба таври дигар гӯем донишгоҳи байналмилали сарвариро дар назар дорад ки барои тайёр кардани шахсони яъне ки муаррифкунанда ва муваффақ дар соҳаи илм ва барои тайёр кардани мутахассисони рақобатпазир дар асри 21 мебошад ки дар нуқтаи боло ман қайд кардам международный университет лидерства мебошад. Халомат шуд. Ман воқеан ҷавоб нагирифтам. Офарин, раҳмат. Зинда бошен. Ва бародаро мо во мехӯрем дар видеоҳои баъдӣ дар дигар бинову нуқтаҳои бисёр муҳими шаҳри Данғара, ноҳияи Данғара ва шаҳраки Данғара. ин обе ки гирифтесен оби нӯшокӣ аст, не? Оби нӯшокӣ аст. Яъне шаҳр ба пуррагӣ бо оби нӯшокӣ таъмин аст ё ягон мушкилиҳое дорад каму беш? ҳаст, не? И аз ҳисоби донишгоҳ меояд ба фикрам барои шумо? Бепул метиҳан? моҳона ҳеҷ пуле намегирам? Дигар кӯчаву танкӯчаҳои Данғара чӣ ҳол дорад дар масъалаи таъмини об? шумо да ҳаст об? саломат бошен барори кор академ. И кадом кӯча буд? кӯчаи Совет. ҳолиам номи советский катия? зинда бошен. чунин тар, чунин рангу ороиша ман дар кишварҳои хориҷ медидам ва мегуфтам ки чаро биноҳои мо бо тақлид аз биноҳои хуби давраи шӯравӣ ки месохтанд ҳамеша бояд тарҳиш якгуна боша, рангиш якгуна боша. вале вақте ки ин гуна рангу ороиша мебинӣ одам дилаш якам кушод мешавад бе ягон ҳарфи зиёдатӣ. инҷа маҷмӯаи варзишӣ аст дар ноҳияи Данғара ё шаҳраки Данғара. хеле бузург аст. ман намедонам чанд ошёна аст. ҳоли як бор мерем пеши дари асосиш. аз рӯи одат мо то даромадгоҳ мерем ва агар касе моро пешвоз гирифт пас идомаш, агар не мо дар даромадгоҳ иктифо мекунем. хоб умедворам ки инҷа мазоне ки акси садо метиҳад. на ин дар баста аст. шояд дари дигаре бошад, не? аксар вақт чун биноҳои бузург чандин дари даромад доранд ва бо дарҳои иловагии дигарам доранд. хоб мутаассифона ҳама дарҳо баста. кор мекунад? чӣ намуд машқҳо аст иҷода? хеле машқҳо мекунад? волни? яъне гӯштини озод. гӯштини озод, зиюдо бо чӣ? рукопашни, бокс, карате, футболу баскетболу ин чизо зал дорад? шумо машқ мекунед? чанд сомон як мовуш рукопашни? 30 сомон. маъқулата? задан маъқула, не? хоб бачаҳо барори кор. хай ҳам гулбаст тая бор бигӯ. гулбаст тая бор бигӯ. мо баъд аз гирудорҳои хеле зиёд бародар шумо муаррифӣ мекунед хеле кӯтоҳ бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Данғара Раҳимзода Фаридун Назар. метонем бародар Фаридун гуфта суҳбата давом диҳем. пеш аз он ки мо ин наворро бигирем шумо хеле аввал яъне чӣ будед? нороҳат будед ва гуфтед ки ман намехоҳам суҳбат кардам то агар иҷозаи роҳбарият набошад. ҳоле ки ба фикрам ки иҷозаи суҳбат гирифтем, не? чаро мо бояд дар ин сатҳ кор кунем ки ҳатман яъне шахси аввал барои мо иҷозаи суҳбат битиҳад, чун масъули ин идора ва ин корхона шумоед ку. саломат бошед. идоракунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар вакилем ба таври роҳбарикунанда аст, иҷозатгирӣ ин мушаххас аст ки бояд аз роҳбарият ҷавоб гирифт. аз роҳбарият тибқи қонунгузории ҷумла кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳамина таббиқ мекунад ки бояд аз роҳбарият чӣ кор кард? иҷозаи ягон корро гирифтан. ба назарат ҳамин бюрократия якам ба замони асри 21 суҳбат накунем ака. тамом масъалаи пешравиҳо, масъалаи варзиш, масъалаи ҷавонон, сиёсати давлатии ҷавонон марамад. фаҳмо. фақат охирон савол дар ҳамин қисмат тамом. ҳоли шумо аз ки иҷозат гирифтем бо ман суҳбат тамом. ҳамеша ҷавоб дем ба суҳбати худмонда мегзарем. моини соҳавӣ раиси ноҳияи Данғара. саломат бошед. хуб дар ҷамъ дар ноҳияи Данғара чӣ қадар ҷавон ба қайд гирифта шудааст? ҷавонони ноҳияи Данғара 56600 нафар.
از من چقدر اهالی دنغره؟ عموما اهالی دنغره نمیدونه ولی 56000 جوان 600 نفر جوان از سن سالی 18 تا 35 چه حساب کرده میشه 16 از 14 تا 30 سال فهمم در جمع در همین دهه و شهرک و مرکزهای ناحیه چقدر میدانچه‌های ورزشی تالارهای ورزشی هست اکنون با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان صاحبکاران باننگ و ناموسی ناحیه دنغره و آن شخصانی فعالی که در جمهوری کار و زندگی میکنند در ناحیه دنغره 109 میدانچه‌های ورزشی فعالیت میکنند که در همین سال 2021 9 میدانچه ورزشی ساخته و استفاده داشت. این بسندگی میکند برای این شمار جوانایی که شما گفتید؟ اکنون وابسته به سفارش‌های رهبریت وابسته به قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان باز ساخته و استفاده داده می شود که این زمان 5 میدانچه که در ناحیه موردی چی بگم ساختمانش ادامه دارد باز ساخته به استفاده می‌آید باز در نقشه گنرالی ناحیه دنغره چندین میدانچه‌ها و تالارهای ورزشی که مجموعه‌های ورزشی در نقشه گرفته شده است. جایی که کار است حتما کمبودی هست. امروز در بخش کار با جوانان ناحیه دنغره چه مشکل هست؟ چه کمبودی است؟ اکنون جهت مشکلی ها گیم تا به حال ما مشکلی ندیدیم. در ناحیه دنغره بغیر از اون که 109 میدانچه ورزشی است در برابر این 29 تالار ورزشی هست. خب در برابر این یک میدانی کلان ورزشی دارای 5000 جای نشست 2 میدانی که با 2500 جای نشست ساخته و استفاده داشته است. حالا از بخش ورزش گذاریم اگر با بخش جوانان مثلا کتابخانه، تالارهای فرهنگی، جایهای کنسرت، اداره این چه جایی که جوانان اونجا مشغول شدن بغیر از ورزش چی داریم در ناحیه؟ در ناحیه باغ‌های فرهنگی هست، باغ‌های فرهنگی فراغتی هست، گلگشت‌ها هست در ناحیه دنغره. بعداً باز برای فراغت جوانان چی میگن تکم جایهای اینا مقصد تئاتر خب فرهنگ قصر فرهنگی ناحیه اینا با جوانان پر چیکار میکنن خدمت میرسونن خدمت رسانی مینامند. آخرین سوالی من گروش جوانان با گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و با رفتن به خارج وقتی آخر زیاد است یا کم در دنغره؟ اکنون در ناحیه دنغره طبق معلومات هایی که ما همه ساله از شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه دنغره دسترس می نماییم تا حال از حساب ناحیه دنغره یگان نفر به گرویدن به حزب و حرکت های نامطلوب تروریستی همراه شدگی نیستند. میتونیم یک جای یک بار همین تالار ورزشی یگان اداره شب ببینیم یگان راهرو شب ببینیم که حتما مونده نباشیم برادران یوتیوب هم میدونیم زنده خب این تالاری بدنی ناحیه دنغره سلامت باشین. چند سوم مردم مشق میکنند؟ یک ماهانش چند سوم است؟ اکنون اگر که هر روزه بیایند مشق تمرین کنند 50 سوم. اگر یک روز پس در یک هفته یک روز بیایند مشق کنند در یک هفته یک روز پس مقصد در 6 روز 3 روز مشق کنند 30 سوم. سلامت باشین. اینای برادر ما مودا تماشا میکرده обуначи هستی یا نه؟ ها؟ بچه کدگی اوکی؟ سلامت زلی دنیز کماشلوف سرور حمیدوف دوستا دیمار زنده باشین. شما بوکس مشق میکنید؟ یگان دستاورد داری؟ دستاورد؟ ها
барои худ саломат бошед боша ҳатман ина бародаро подписчикои мо ина миёам ҳастанд бародарои қанде ки барои фақат обу той бадани худшон машқ мекунанд ҳамаш нест ягонҷашон намебурем айнан мо монтаж ина марда ки подписатсия кардагар медонад ки мо ҳами чира мемонем ҳамихем барори кор братано зинда бошем ба толори бозиҳои варзишӣ медонем инҷа яъне ба қавли умумӣ аст гуфтан инҷа универсалӣ бале хуб чароғаш як бор гирон кунанд ҳоли одам нест чӣ ба айни замон акнун мо тибқи нақшаи чорабиниҳо муайян кардагим дар соати хоб 4 дар соати 4 байни ташкилотҳо баъди соати 5 байни деҳа ба деҳа дар байни деҳа ба деҳа дар соатҳои 4 мондагим як бор медарем навшон дару суҳбат инҷа ам яъне ҳар гурӯҳе ки меояд барои футбол баскетбол соаташ чанд сомон аст инҷа 80 сомонӣ соаташ 80 сомон як суоли дигар ин ҳама зертобаи идораи ҷавонони ноҳия аст ё ки аз кадом як соҳибкор ки сохта додааст ин сохтмонаш аз тибқи нақшаи генералии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Данғара сохта ба истифода дода шудааст ине ки зерсохтори бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Данғара марамад саломат бошем хуб баъд аз суҳбат бо маъмурияти ҷавонони ноҳия мо ба чунин майдончаҳо ҳам дар Данғара мутаассифона рӯбарӯ шудем ки дар ҳолати таъмиру барқароркунӣ дубора қарор доранд дубора ин майдончаҳо бояд соҳибои худашро ёбад ва дубора таъмир шавад тармим шавад яъне дар як ҳолати бесоҳибӣ аст ва хуб он пашти ҳамае ки мебинед як майдони варзиши бузург аст бо шумори бинандаҳои хеле зиёд вале атрофи майдона бубинед ки чӣ хел аст ин роҳ ин ҳамагӣ 10 метр аз майдони варзиши ин тараф ва он таблое ки бояд рӯйхати бозиҳоро нишон диҳад дар чӣ ҳолат қарор дорад ҳолати шикастагӣ яъне бекорӣ қарор дорад хуб инам як лаҳзаи дигар аз ҳолати варзиши шаҳр дар баробари он қасри варзиши хубе ки мо дидем додарои ман тӯбшона доданд ин ами наздикида баъд чиз нест стадион киҷода ча онҷа бозӣ намекунем ба дар ин ами кӯчаҳам президенти кишвар гаштага не мешиносем президента зур ном фамилияш дар кӯчаи шумо калон шага барори кор ки дадоди ту парҳафт хуб дар кӯчаи Данғара дил хоҳда метавонӣ либои чипурсӣ метиҳанд кантиқа чи чанд қа бигирам ҳамаша ин мардуми дилкушод не чанд сум харидем 5 сомон пула ки метиҳад аз худа баъд кӯчаро мусорша напартоен охе баса 4-5 та давай бош бачаи дилкушод дар Данғара ба як ҳолати аҷиб рӯбаро мешавед рӯбарӯи ободиҳо қарор мегирад ободиҳои хеле олӣ ва рӯбарӯи вайрониҳо ва нигарониҳои хеле зиёд масалан мебинем дар пасманзар биноҳои баландошона не ва ин тарафам чойхона ва ина бубинед ин вайронара нимсохт ва ин дашти холирам бубинед аҷиб ва ин роҳи лоирам бубинед дар дохили шаҳри Данғара ҳамаги 1 километр аз роҳи асосӣ ин тараф нест мардум он тараф мерад то хонаҳош яъне ду шаҳр мебинӣ як гӯшаи шаҳр хела обод ва як гӯшаи шаҳр хела вайрона дилгиркунанда худо кунад ки тоҷикистон ва Данғара ва дигар марказҳои ноҳияву шаҳру вилоятҳои мо якгуна рушд кунад намешавад ки як минтақаро барои касе мо обод кунем
برای جای چشم راست بدن و یک منطقه دیگر همین خیلی مثلا خور بمونیم دشتی کشود به صاحب راه لوی نمیدونم این بینو وایرون ولی در اون پاس بینوهای بلند و شیانه خب این ورزشگاه بسیار بزرگ نمیدونم شاید از 20,000 زیاد مخلص هم ببرد ولی همون تابلو چی است که ساز نیست این است دنغرایی که ما میدونیم و من دیدم انیخترش پیگیری میکنم این ماشین خودم نمونه دیگر دارم این کوچه سویل راههایی که راه اساسی آمود است و راههایی که داخل کوچه ها میبرد متاسفانه همین راه او این کلمه مود شده در اینترنت مایلی ولی ما با واقعیت ها کار داریم با مایلی ها این دنغره را ما در دو صورت میبینیم در پس منظر میبینیم بینوهای بلند شران در راهروهای اساسی این همین خیلی در تمام دنغره وقتی من میگردم دو دنغره را میبینم یک دنغره ای که در چشم اول خیلی زیبا و همگی 10-20 متر این طرف دنغره دیگری که مردم عادی زندگی دارن این کوچه ها این راهرو این بیناها را میبینیم یوتیوب ده شما ببینید یوتیوب ده خب امک جان سلام علیکم شما ساکن ناحیه دنغره همینجا تولد شده نه تولد نه اینجا چند سال زندگی میکنه اینجا خیلی سال شده سال 59 خانه کنی خانه تون کنی ولی یک چی برای من جالب است همون چه ساکن ناحیه دنغره همین پشتمون یک بار نگاه کنیم ها دانشگاه آبادی راه ها در پیشمون چه این خیلی واقعیت است خانه های خیلی خاکسارانه راه های کندگی یعنی اسفالت نیست چه با این خیلی واقعیت وضعیت است من که غمخوری نمیکنه یعنی کی باید غمخوری کند این خیلی کلونوی همی رایون همی ولایت این همی یا بوینه یا اصابای پوسیدگی از سولوی کی مکای نه منطور دلو میشه برویا نه ولی عجیب که چرا اون طرفی راه این قد عود است این طرفی راه نه آخه کبوره دمی داره و کدن و بود چیزا شما چی پیشنهاد دارید همچه ساکن همین ناحیه برای که همین گوشه و همین خیلی نقطه های مردم هم آباد شود جایی که اهالی میشینه ها با آبادی خوبای بخواه چی پیشنهاد دارید برای آباد شدن چی پیشنهاد میکنه همین دست خچون دایم بکنم نکنم این کوچه های شهرک دنغره و در جمع ناحیه دنغره ما خواستیم به مسجد وارد شویم البته تگان نوشته ای نمیبینیم ولی از همون گنبدی که شما میبینید معلوم است که اینجا مسجد است و حالی ما چون اما اول از دروازه اول وارد میشیم و دروازه اساسی میبینیم که باید شده باشه انشالله بله که شده است آرامی یک بار در اول میبینیم که ما را چی انتظار میشه بعد
نوارهای بعدی را براتون نشون میدم. خب چندی نفر هم به طاعت عبادت مشغولم. دعای در آمدن به مسجد. اللهم افتح لی ابواب رحمتک. یا الله به من در رحمت را کشا. یا الله به من در رحمت را کشا. خب اعلان های هست اینجا. یعنی تلفن رو در حالت خاموشی ببریم. ولی ما انتظار میشیم که کسی پیش روی ما برآمد و صحبت ما برای شما بعدم پیشنهاد کنیم. صندوق خیریه هم هست. ولی ما هم یک چیز میپرتیم نمی نشون نمیتیم. ولی این صندوق خیریه که آهنی هم هست. نمیدونم بگم میشه از این گرفته یا نه. خب ما هم روی کردیم یک چیز برای خیری جانمون. این تابوت در همه مسجدهای ما هست. اونم مرده‌شویی. آدم واقعا به فکر وادار میکند. و خب چند نفرم هست. وقتهای نمازم نوشته شده است اینجا. ما ببینیم که کی با ما میتونه صحبت کنه از وضعیت مسجد، آمدن مردم به مسجد و از این حالات ها صحبت کنه. انتظار باشیم. چند نفر که اینجا به طاعت عبادت مشغول بود رفتن و حالی دیگه گرمی مسجد نمیشه نشون داده، ولی واقعا مسجد خیلی گرم است و اینجا قوطی تاقی های هم است که دیر خواهش میتونیم مونیم. اینو برای سجده کردن پیش آدم که به کسی دیگه خلال نرساند. اینم کاندیشنر در حالت خوبی کاری. ولی این متاسفانه اینش مرا ناراحت کرد. این به فکرم چی است این آبویی که شبانه میچکد. بله برای که پای منم تر شده لکه. این نقطه هایی که شما میبینید شاید ساختش اینقدر درست نیست، برای که میبینید که میچکد متاسفانه. بله این میچکد. یعنی اینقدر خرج برای خانه خدا، ولی استایی که کار خودش درست انجام نداده است. متاسفانه چند جای مسجد میچکد. ولی اینا باید آشکارا بگیم که خیلی تازه است. نگاه نکرده به همش ببینیم خیلی تازه است. ساعت هم 14:50. یعنی میشه در این وقت پیشینه خانیم خطا نکنیم. خب و اینجا منبر هست، محراب هست. بعد از چند دقیقه مردم به عصر خواندن میآیند. من زیاد میخواستم چند موضوع بحثی که با مسجد و دین هست در اینجا با دامولا یا با مسجد بند کنم، ولی متاسفانه هیچ کس نیست. ولی همین که خیلی راحت آرام، هیچ کس مانع نمیشد. اولین جایی که هیچ کس مانع نمیشد که نوار بگیر نگیر همینجاست. ما زیاد نمیرسیم چون جایی کس هست. کتاب و تفسیرها و اینا. با در اینجا چند روزنامه های دولتی نیست، قبیل جمهوریت دیدیم. این آرامش و این دقیقی ساعت از خیلی چیزا میگد. گذشت عمر و باید عبادت کرد. تا اگر وزیری، راهروبی، بانکیری، ژورنالیستی به هر نوعی که خدا را میشناسی باید عبادت کرد. روزنچه خورد ما وارد میشیم با طهارتخانه این مسجد و این جالب است برای من که یعنی در زمستان در ماه ینور آبی گرم هست. همین ترمیکس
آبی گرم است یعنی اینجا نزدیک به گرمی است فلکه یعنی سرخ و کبود آبی گرم و خنک برای ما می‌کرد درست که اینقدر در شرایط تازه نیست برای که از کسای وابسته است تازگی اینجا ولی همین که آبی گرم هست در زمستان این برای من خوشایند است خب من فکر می‌کنم ما با بزرگ هستم و شما چند تا سابق شکست ولی ما همش سابق هستم و من دو سه کنش اندون هستم سابق سابق چیزی نمیشه جوان کنم و تو هیچ وقت ولی نمیشه من سابق کنم که سابق مسئله خودش درآمدگاه بازار مرکزی نزد جمعیت مطلوبات ناحیه دنغره تمام این چند ساعت یا دوام روز که ما در دنغره بودیم از همه جای سر آدم چون هر وقت دیگر سرغوغو این بازار است و ما یک بار در بازار درون میشیم اول با مردم یکم صحبت میکنیم و با مسئولین بازار اگر یافتیم پیش روی ما اومدن خب ادامه رفتیم فروشنده اینجا چی میفروشین؟ سالات زندگی میگذره در روز درآمد چقدر مخفی نباشه گاب دار سالدا گاب دار بور بودم ولی ببینید که جای اساسی بزرگ یعنی درآمد خوب هست ان شاء الله زالانه میشه این که بچهای انداز و چک و این چیزا مناسبت چه خیلی است از طرف بازار در ما مشکل نیست جدی مثلا بچه سانیتری بیان نمیگن که روی سالاتتون کشودگی آیا خیر میگن سعودو نباشه توغری نمیگیره صحبت چون مردم دیگه شاورش پاپشی نمیخره حالی خوراک فروش گفت که سالات فروش گفت که خوبه اونی که خوریش میفرو خوب برای خودشون میخرن پاپشون تنشون دارن ای وای این علاقه صحبت بسیار خوب کردید زنده باشی درآمد است درآمد میشه زندگی میروه مناسبت بزرگدارا چه خیلی کتیتون بسیار خوبه ده همه بهترینه نه اكو دروغ نگه مشکوره اول گفتم آشکارا بگم نه برو بهترین ما مردم یعنی بزرگ میندور امروز بچهای انداز شما رقم نمیتونه نه نه انداز با به حد بهترین آدمون ای بچه آفرین شما با جدا انداز نمیسپرانی چک چی نه اینجا برا جان هم بردن اعتراض کرد گفت دفت گیره برای من جالب است که چرا اعتراض کرد اعتراض خوب کرد ولی برای من جالب بود که چرا اعتراض کرد ولی یک سوال دیگه دارم این همه خرید فروشنده اینجا نه بعد لباس یگانه نمیتونن شما که لباس یگانه که سودا کنه پیش رئیس بلا نه سلامت باشه راه شب گن میرم نباشه میرم انیق راست میرم پیش رئیس میرم orada tavukı از روی ترتیب کاری ما وقتی که داخل شدم حتما به نظر راهبریت ماموریت میومدیم متأسفانه در ساعت کاری هم که بود یعنی ماموریت نیافتیم گفتن که بیرون رفته است خب بازار شاید کجا رفته ولی این چیز مرا نگران میکنه حالتی که واقعا در بازار است و حالتی که خود پشت در رئیس هست این وضعیتی که الان من میبینم این وضعیتی که در پشت در ماموریت و راهبریت بازار هست اداره اخرانه ماموریت نوشتگی تو این اخرانه میدوره همه در اوجه ماموریت بازار ناحیه دنغره یعنی ماموریت راهبریت میشه دیگه آخه مسئولا اونایی که ماموری میکنن اینجا نه وای شما پیش وای چی کامیراسیون که کنه ممکن نیست نوار گرفتن نه آخه چرا ممکن نیست این جای خراولا جای اخرانه اینجا ننوشتم پست بون نه این چی داده پیش ای وای ماموریت رئیس وای تمام دیگه بودن عجیب خب تا ما اینجا ماموریت بود دروندنش دیگه حوالشون به خدا اومدیم بعد از چند نقطه و بینا و اداره ها را دیدن و باغ فرهنگی فراغتی شاید از آخرین نقطه های
سیاحت داخلی ما در شهرک دنغره و در جمع ناحیه دنغره. یعنی من فکر می‌کنم شهرک دنغره بگم بهتره، به خاطر من فقط امروز داخل شهرک بودم و حالی می‌دارم که درآمد به این باغ رایگان است یا پولکی، چون ما در دوشنبه عادت کردیم به باغ‌های پولکی. ای بود من از این автомата که زیاد می‌بینم، خدا کنه که اینا یک وقت به کار درآیند، نه بسیار خوب نقص ولی به کار درآیند، مردم استفادهش برند. خب از ما پول نمی‌پرسد. جالب ما جدی میگم در دوشنبه عادت کردیم که به هر باغ فراغتی که وارد میشیم 2 سامان داده می‌داریم دیگه، به همش به یک چند تا باغ ها بخوله. ولی اینجا یعنی دیگه مثل حدود 5 سال پیش در دوشنبه دل خواب باغ فرنگی فراغتی از این طرف تا اون طرف میرفتی به پول بود داده پول کردن، اینجا هم همین خیالات به پول. ولی جالب این که مردم نیست، یا شاید زمستان است، شاید زمستان است به این خاطر که مردم نمیبینیم در این گلگشت ها. و این یکی از مرکزهای فراغتی بزرگ، چایخانه های بزرگ با کندکاری با نام خرمشهر. و ولی یک بار تو درآمدگاهش میریم و اگر کسی ما را پذیرفت خب اطرافش صحبت میکنیم مثل جاهای دیگری که ما میرفتیم. اگر نپذیرفتن خب دیگه از اون درآمدگاه یک پیام برای شما میدیم، انتظار باشین. برادر عزیز، نفری را که با ما مسئول کردن برادر خانممون چی نام داریم اکا جان؟ خول محمد. اکا خول محمد، ساکنی ناحیه دنغره. همینجا تولد شده. تولد شدیم. خب ادامه صحبت را به شکل دیگر می‌بینیم. من اون طرف می‌گردونم کامera را یک لحظه. اولتر از همه چایخانه است یا مجموعه فراغتی است؟ چی است قیدش نامش؟ این مجموعه فراغتی خرمشهر. خرمشهر کدام سال ساخته شده است؟ سال 2010. 2010. از حساب بودجه کدام صاحبکار یا حکومت از کدام صاحب؟ حساب حکومت است. در چیزی حکومت شدگی همین چیز. در بناس حکومت شهر. حکومت شدگی. اما مالک این بنا کی است؟ صاحب این بنا؟ صاحب بنا دولت کی دیگه؟ حکومت شهر دنغره. چند تا همین تالار دارید شما؟ هم تالار دو تا زال کلونای، تالار کلونای. و زالچه‌های میدانی نه دیمترش برای نمی‌سال مجلس و حدیث سو برای توی گذران جلوی پایان است، تالار پایان دایی و برای مثال توی معرکه مثال خلق می‌گذراندگی هم جدا هست توی معرکه. مردم میتونه در چند سامان در همین تالارای شما توی معرکه و یگان معرکه دیگه شب بگذرونن مراسمش؟ معرکه در همین جا 5000 پایان‌تر بالاتر خیلی با رفت هم چیشون می‌شود. آدم مثال چیزی آدمش شماره آدم‌ها؟ شماره آدمش میشه مثال چند خدش میکنن. یعنی حسابی میاره 5000 سومون. 5000 سومون. خورد و خوراکش میاره که از طرف شما فقط خدمت رسون؟ خورد و خوراکش میاره، موجود خدمت میرسونیم. بچه‌ها اینجا هستن تیار میکنن، خود هم خانوشه فقط باید تام میارن خیش تبور شاه عروسه اونجا توی میگذرونن. حالی من خیلی با سادگی وارد همینه که از تالارهای خیلی به قول واهمه پرشکوه شدم و این برای من جالب است که یعنی دلخواه مردم از همین شهر دنغره، دلخواه سیاح داخلی و خارجی میتونه داخل این تالارها شود؟ اما کسی که اومد همینجا ما چیز داریم او گید میگن شما بله راهبلا داریم و میگن نشون میده یگان کس جدا خیلی زپرت نیست کام زال شکل بگم تماشا میکنن زال گردو گوشه چی همش تمام مرکز فراغتی تماشا میکنن همه از دسترس است کدام آدمی که نه تماشا رایگانه تماشا رایگان هیچ پردم تماشا به پول میدارن تماشا می چیزا چون اخر پارکوری دروازه پول نمیگیرن هم درآمدن رایگانه حالا با استودنت های سلامت باشین برای کار باشین رحمت زنده باشین سلام کوچه میرزا ترسونزاده و در همین کوچه‌ای که یعنی پرزیدنت امروز کشور امومعلی رحمان به وای رسیده است و امروز هم خانه‌ش هم خانه پدری و مادرش در همین کوچه است، در همون پس منظره که می‌بینید. ولی مردم خوب خیلی راحت آرام به راهبندی میرن میبیان با ماشین پیاده.
خب اینجا ما میرسیم به قسمت انجامی ویدیوگذاری ما با نام دنغره روان شدیم. ما از پیشرفت های این شهر گفتیم و از کمبودی هاش نیز گفتیم. با شخص های مسئول در این یا آن اداره صحبت کردیم و با مردم عادی نیز صحبت داشتیم. کمبود بود، پیشرفت نیز بود. من هر چیزی که دیدم گفتم. لطفا اگر از پیشروی ها گفتیم ما را چاپلوس نگین. اگر از کمبودی ها گفتیم ما را لطفا خائن نگین. و یک روزنامه‌نگار آزادی هستیم که در داخل کشور میخوایم بگیم که آزادی بیان هست. کسی از پیشروی ها میگه، کسی از کمبودی ها. فقط خواهش میکنم که این ویدیو را هر نفری که من بعد در صفحه خودش میخواد بازنشر کند، خواهش میکنم یک بار به صفحه شخصی من در فیسبوک مراجعت کنید که آیا اجازه هست که این ویدیو را بازنشر کنیم. بسیار خواهش میکنم. و چون انا من برای شما دائم دو سه صفحه را تبلیغ میکنم که حتما دیدن کنید از اون صفحه. صفحه فانوس است از دوستی ما عبدالعزیز باسیف و صفحه ذوق تیوی است از دوستی ما ذوق بیگ سعید امینی. حتما این صفحه را دیدن کنید، پشیمان نخواهید شد. زنده باد، صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود تا درودهای دیگر.